در روایت ها می گذرد یک روز حضرت موسی علیه السلام با الله خود سخنرانی می کرد. حضرت موسی از پیغمبرها کسی بود که با الله به واسطه جبرائیل صحبت می کردند. حضرت موسی وقتی که با الله سخنرانی می کردند بسیار به شوق آمدند، به سوی الله ندا کردند، خواهش کردند که یا الله، حالا من بیشک آوازی تو را شنیده ایستادم، این بسیار برای من خوب است، گفتند بسیار برای من شوق‌آور است، بسیار برای من نیک است، اما میخواهم که یک بار چهره خودت را برای من نمایان کنی، یک بار چهره را برای من نشان دهی. بسیار این را دل من میخواد. حضرت موسی وسیع الله سخن کردند. الله جواب داده ای موسی، اولش این که تو چشمان تو قدرتی دیدن مرا ندارد. اگر خواهی که این را من برای تو نشان دهم، این را من برای تو اثبات نمایم، در پهلویت کوه را میبینی. الله به موسی گفت حضرت موسی بله. گفتن آن کوه را من دیده ایستادم. آن کوه بود بسیار کوه بزرگ بود که در پهلوی حضرت موسی بود. الله ندا کرد تو دو چشمت را ای موسی از همون کوه نکن، یعنی تنها همون کوه را نگاه کن. گفته الله به سوی حضرت موسی ندا کرد وقتی که تو کوه را میبینی من چهره خودم را، الله گفت، به همون کوه نمایان میکنم. کوه بین اگر همون کوه قدرت دیدن چهره مرا داشته باشد، من بعداً برای تو چهره خودم را نمایان میکنم، پرده هایم را از رویم میگیرم که تا که تو هم ببینی. بعد حضرت موسی بسیار متوجه شدند، دو چشم به سوی کوه نهادند و کوه را تماشا میکردند که آیا کوه قدرت الله را دیدن داشته باشد یا نداشته باشد. زمانی که الله آن پرده هایی که در روی الله هست، الله پرده ها را چند قسمش را بیرون کردی، کوه ناگهان تیکه تیکه شد، پاره پاره شد. از نور الهی کوه طاقت نکرد، از نور الهی کوه پاره پاره شد. بعد حضرت موسی این منظر را دیدن، یک بار بیهوش به زمین زدند که الله بعد چند لحظه حضرت جبرائیل علیه السلام را به سوی حضرت موسی روانه کرد. حضرت جبرائیل حضرت موسی را بیدار کردند که حضرت موسی بیدار شدند، به خود آمدند، در حیرت افتادند، به سوی الله گفتند که من دیدم که آن کوه طاقت چهره تو را، طاقت دیداری تو را نکرد، پاره پاره شد. گفته حضرت موسی تسلیم شدند به قدرت الله. حتی در روایت ها می گذرد که حضرت عایشه مادرمان رضی الله تعالی عنها گفتند وقتی که من از پیامبر الله پرسیدم ای پیامبر الله، در شب معراج آیا شما الله را دیدید روبرو؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفتند ای عایشه، من وقتی در شب معراج برآمدم تنها من نور دیدم، تنها نور دیدم که همون نور الهی بود، اما الله را ندیدم، تنها نور دیدم. بسیار نوری به نوری بود، بسیار نوری بلندی بود که نوری، من تنها نور دیدم. بعدا حضرت عایشه مادرمان به سوی مردم گفتند که هر کسی که میگوید از پیش خود محمد صلی الله علیه و سلم در شب معراج روبرو الله را دیده است، او دروغ میگوید، به او باور نکنید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در شب معراج تنها نور دیدند، اما الله را روبرو ندیدند. یعنی که برادرای عزیز، از سرشوی دنیا تا این جانب الله را نه از پیغمبران، نه از
یگان بنده الله را روبرو دیدگی نیستند. و هر کسی که میگوید الله را فلان پیامبر الله روبرو دیده هستند، یگان دلیلی ندارند، یگان حجت ندارند. این بود یک قصه حضرت موسی و یکی از حدیث های رسول الله صلی الله علیه و سلم که عایشه مادرمان نقل میکنند. برای شما خبر دادم، انشاءالله چیزی درک کردید از این گفته های من. الله همتون را در حفظ و امانش نگه بدارد. نما الله نصیب بگرداند که همه ما و شما در آخرت وارد جنت شویم و در روز جمعه چهره الله را دیدن به همه ما و شما نصیب و میسر بگرداند. آمین و رب العالمین. باقی در امان الله باشید. بارک الله فیکم.